که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور. روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست. به کجا می روی ای گم شده ی راه مراد؟ آن خدایی که تو جوییش ز هر سو اینجاست. باش هوشیار و مباش غافل از این دل که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. هرچه بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت. نیک و بد را ولد و والد و زاغو اینجاست. تلویزیون عرفان حلقه تقدیم می‌کند. برنامه‌های این تلویزیون که به طور آزمایشی کار خود را به صورت آنلاین آغاز کرده است، در آدرس halqe.tv قابل دسترسی است. حلقه تیوی تلویزیون اختصاصی عرفان حلقه و متعلق به تمام اعضای این مکتب است. از تمامی شاگردان مکتب عرفان حلقه در سراسر جهان دعوت می شود تا ضمن ارائه انتقادات و پیشنهادات خود در تهیه آثار صوتی و تصویری با این رسانه مشارکت و همیاری داشته باشند. همراهان گرامی، شما می توانید آثار خود را اعم از کلیپ‌های تصویری و فیلم‌های گزارشی و مستند درباره فعالیت‌های خود و نیز تأثیرات آموزه‌های تعالی بخش این مکتب از طریق آدرس اینترنتی info@halqe.tv برای ما ارسال کنید. و خوشبختانه همه آن چیزی که در بین ما جریان داشت به طرز هوشمندانه پیش رفت، به طوری که همین اختلافات هم البته اینجا نمیخوام زیاد توضیح بدم، همین اختلافات هم که هر کسی گفت از این ور بریم یا از اون ور بریم، خود این هم نشون داد که این مجموعه یک تشکیلات نیست و یک عده خودجوش، عده‌ای که دنبال حقیقت هستن دور هم جمع شدن و این وسط تشکیلاتی نیست، فرقه‌ای نیست و این تصورات و این چیزایی رو که در اذهان به وجود اذهان همه وجود آورده بودن، واقعا هر کسی یه نگاه میکرد متوجه میشد که اصلا همچین چیزی. خب ما هم از وسط بالاخره این برنامه‌ها و ماحصلی که این روی کرد داشت که به نظر من خیلی هوشمندانه هدایت شده بود، خب تونستیم در واقع نشون بدیم که نه ما در واقع نه تشکیلاتی نه فرقه نه همه چیزا خب خیلی کمک شد، البته عرض میکنم با کمک دوستان عزیز. اما اون روزها به هر حال سپری شده، نه اینکه به طور کامل، چون دشمنان ما هم به این سادگی از میدان به در نمیرن. این شده مثل یک بازی مغرورانه که هر کسی میخواد بر اساس غرورش اون برنده بشه. حالا لااقل در مورد اونها اینجوریه، ولی ما بر اساس اعتقادمون میخوایم تو این ماجرا قرار بگیریم و عده و گروه‌های زیادی بر اساس اینکه یه حرفی زدن، یه مقاله دادن، یه مطلب دادن، حالا توش گیر کردن، نمیتونم بگن اشتباه کردیم اینطور نیست، نمیتونم بهت کنم، بنابراین کماکان هستن. البته این سری اصولا این میدان رو ترک کردن، رفتن دیگه فعالیتی به اون صورت نداره. اما برگردیم به خودمون. بالاخره همیشه دشمن هست، بالاخره همیشه این ماجراها هست، نه اولشه نه آخرشه، هر روز به یک نوعی. اما ما امروز در یک شرایطی قرار گرفتیم و در یک موقعیتی که میخوام به اصطلاح پیشنهاد بکنم یک بار دیگه همه با هم در یک بیعت مشترکی شرکت بکنیم، چون هدف ما خدمت بشریت بوده. شما میدونید و هست، شما میدونید ما نه هدف سیاسی داشتیم، نه دنبال مقاصد سیاسی، نه قدرتی، نه هیچ کدوم از این بازی‌ها نبودیم. همیشه یک سمت صحبت ما برمیگشته به خدمت بشریت.
بنابراین ارزش و اهمیت داره که هر کدوممون در یه جایی پامون رو روی خواسته خودمون بگذاریم. اگر هم تازه اینجوری باشه که من میگم با قبول ندارم که در مجموعه ما به واسطه اینکه متکی به منافع نیست، یعنی کسی از اینکه حرفش به کرسی بشینه به منافعی نمیرسه، این وسط چیزی تقسیم نمیشه، چیزی تقسیم نشده، هر کدوم رو در نظر بگیریم و در واقع دوستان از زندگیشون زدن، از مسائل مختلفشون زدن و اومدن واسطادن توی قضیه‌ای که فقط نتیجهش خدمت به دیگران میشه. حالا اگر که پولی توش رد و بدل شده، نظام شهری غیر اینا، که دلیلش و لزومش برای هممون مشخص بوده و برای پیشبرد کاراست. بنابراین من درخواست عاجزانه‌ام از همه دوستان این است که در این بیعت مشترک نه تنها خودشون شرکت داشته باشن و شرکت بکنن و بدونیم اون چیزی رو که یه همین اخیراً رو هم گفتیم و به اختلاف نظر احتمالی رسید، امروز اصلا خودمون هم وقتی برگردیم نگاه کنیم میبینیم که در واقع یک مسئله خیلی سطحی بوده و هیچ زیربنایی یا هیچ ریشه‌ای به اون صورت نداشته. به هر صورت نه تنها خودمون در این بیعت مشترک شرکت بکنیم، بلکه هر کدوم به نمایندگی، چون امروز هر کدوم از دوستان اومدن نماینده یک بخشی هستن از ماجرایی که قرار در پیشبرد این مسئله نقشی داشته باشه، از کسانی که میخوان پرونده رو جلو ببرن تا بقیه دوستانی که میخوان جا کنن تا دوستان رسانه‌ایمون و سایرین. بنابراین این پیام رو یک بار دیگه به میان دوستان مجموعه ببریم و اگر خاطر اونها کمی مشوش شده، اگر میدونم هر مسئله دیگه‌ای که وجود داره بیایم و اونو سر و سامانش بدیم و انشاءالله با یک به اصطلاح توان بیشتری و عزم جذب‌تری و به هر حال اراده راسختری در این قضیه قرار بگیریم. من همین این پیامی رو که می‌خواستم خدمت دوستان بدم و در واقع مزاحمت بازم بیشتری برای دوستان در همین رابطه خواهیم داشت. همینه که بتونیم با هم صدا بشیم تا به دنبال اون همدلی هم انشاءالله پیش بیاد و اون همدلی اون هم در واقع چنان گسترده بشه که به جای همزبانی در واقع همدلی جایگزین باشه و ما بدون کلام بتونیم با هم دیگه اون پیاممون رو که در واقع خدمت به بشریت و رسیدن به آگاهی و کمال و به هر صورت اون کاری که از طریق ارتقاء آگاهی میشه به دست بیاد دنبال بکنیم. از همه دوستان تشکر میکنم. من البته اگر بخوام از تک تک دوستان در واقع اسم ببرم و زحماتشون رو بگم و تلاش‌های شبانه روزیشون رو بگم، میدونم که همه نگفته میدونم و با تک تک افراد و فعالیت و تلاشاشون آشنایی کامل دارن و بنابراین اجازه میخوام که وقت دوستان رو زیاد نگیرم و ضمن اینکه مجددا تشکر میکنم درخواست و خواهش میکنم که این پیام رو در واقع به میان افراد و اعضای مجموعه ببرید. خیلی ممنون.